سلام، وقت همگی به خیر و خوشی. ببخشید، شما این سرکار علیه رو میشناسید؟ شناختید؟ بله، اسمش کلودیا روته. شغل فرعیش نایب رئیس پارلمان آلمانه، اما شغل اصلیشم رفاقت و تجارت با نظام ولایته. در این زمینه هم کارنامه بسیار پروپیمونی داره، از پاچگیری اپوزیسیون نظام تو اروپا تا های فای با سفیر مشنگ آخوندا تو آلمان. بله، حالا این اولیا مخدره چند روز پیش یه سری به تهران زد تا هم یه هوایی عوض کنه، هم یه دشت سرچراغی داشته باشه و هم این که یه آمپول تقویتی بزنه به نظام رو به موت ولایت. حالا بریم ببینیم دستاورد سفر این خانم رود به تهران چی بوده. بازم سفر یه مقام غربی به ایران و بازم کلی حاشیه از جنس دخالت اونا تو مسائل داخلی ایران. کلودیا روت نایب رئیس مجلس قانونگذاری آلمان که الان چند روزی میشه تو ایران حضور داره و با مقامات مختلف ایرانی دیدار میکنه، ظاهراً تو دیدار با دکتر محمد رضا عارف از چهره‌های مطرح اصلاح طلب کشورمون حرف‌هایی زده که اعتراض خیلی‌ها رو به همراه داشته. اینطور که رسانه‌ها گفتن ایشون در این دیدار در رفتاری مغایر با عرف دیپلماتیک و احترام به استقلال کشورها مسائلی دخالتگونه رو درباره روند برگزاری انتخابات ایران، فتنه 88 و رفع حصر سران فتنه مطرح کرده و در آخر هم گفته که ایران اول باید خونه خودش رو درست کنه، بعد به گوانتانامو و ابو غریب اعتراض کنه. همین صحبت‌ها کافی بود تا خیلیا که سابقه دخالت‌های مقامات غربی در امور کشورمون و از جمله در چند ماه اخیر در سفرهای قبلی برخی از اونا به ایران تو ذهنشون بود، اعتراض کنن و بگن چرا اجازه داده میشه یه مقام خارجی اینجوری تو مسائل داخلی کشور دخالت کنه. زپلشک؟ آقا این که قرار بود قاطق نون ولایت بشه، پس چرا قاتل جونش شد؟ آقا مگه کسی هست که از خانم رود با آخوندا نزدیک تر باشه؟ پس آخه این چه داستانیه؟ آقا اصلا این بزبیاری رو کی گذاشت تو برنامه سفر این بابا؟ ملاقات صورت گرفت که در برنامه نبود. من اینجا صراحتاً اعلام بکنم که این ملاقات که در اون چنین اظهار نظرهای صورت گرفته اصلا در برنامه سفر نبوده و گنجونده شده تو برنامه بعد از سفر و زمانی که اینها تهران بودن. ولی متاسفانه گویا اروپایی ها همشون همینجوری هستن و خارج از قواعد دیپلماتیک، خارج از اون پروتکل‌های تنظیم شده، محورهای توافق شده، اظهار نظرهای صورت میگیره که خب این عکس العمل شدید مجلس رو در پی داشت. راست میگه رفقا، دقت کردید؟ تو این مدت هر هیئت خارجی که میره تهران یه سیلی تو گوش آخوندا میکوبه و برمیگرده. یعنی میرن ابروی ولایت رو درست کنن، اما میزنن چشمشم کور میکنن. بعد از اینکه چند وقت پیش رئیس هیئت پارلمان اروپایی به رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ما اینطور توهین دیپلماتیک کرد و بعد از اینکه محافظ کاترین اشتون اینطور در خاک خودمون روی خبرنگارمون اسلحه کشید، این هفته هم نایب رئیس مجلس آلمان عازم تهران شد و در دیدار برخی از مسئولین کشور شروع کرد به دخالت در مورد مسائل داخلی کشور ما و این توهین‌هاش هم بی پاسخ موند و برگشت. چی شد؟ بی پاسخ موند؟ این که نمیشه که. لااقل یکی از این جماعت جام زهری که طرفو دعوت کردن بیاد یه پاسخی بده. قضیه چیه؟ خب ایشون هم تلاش داشت مثلا راجع به برخی از مباحث مثل انتخابات، مثل برخی از مسئولات مثل نقض حقوق بشر مباحثی رو مطرح بکنه. ما اگر میخوایم وارد معادلات بین المللی بشیم، طبیعتاً اینها در درون خودش خطرهایی داره، برخوردهایی داره، نگرش‌های انتقادی و گاه مغایر با دیدگاه‌های خاص ما و انقلابی ما هم داره. آها که اینطور. پس قضیه معادلات بین المللیه.
داستان ادامه زرخوریه. کوسه و شیفری میگن مهم اینه که یکی از اون ور آب بیاد یه خوشو بشی با این نظام ایزوله بکنه. حالا اگه یه حرفی هم زده دیگه، اما از اون طرف دلواپسان نظام حسابی به دست و پا افتادن و اساسی عزت درد گرفتن. خب آقایونی که این مهمونا رو دعوت میکنین به کشور، حالا میگیم از سوابق اون مهمونهای قبلی خبری نداشتین، ولی در مورد این مهمون آخریه که با یه تحقیق ساده میتونستین بفهمین که این خانوم سال 88 دم در سفارت ایران چی کار داشته میکرده. ایران آزادی بیان در ایران نیست و حقوق بشر در آن نقض میشود. یعنی یه تحقیق ساده برای اینکه عزت کشور حفظ بشه اینقدر کار سختیه واقعا؟ آها، به این میگن سوال 6 میلیون دلاری. آره دیگه، باید تحقیق میکردن. قبل از اون باید یه تحقیقی درباره جسم درب و داغون عظما میکردن که تو این وضعیت قراشمیش حتی تاب تحمل حرفای یکی مثل کلودیا روت رو هم نداره. از یه طرف میخوان بگن نظامشون منزوی نیست و تعامل و این حرفا به راهه، از طرف دیگه مثل مریض رو به قبله‌ای میمونن که حتی جام عسلم براش مثل زنقبود میمونه. اینجا همون جاییه که دکترا مریض رو جواب میکنن و میگن هیچ امیدی به زنده موندنش نیست. بحثای داغ و شفاف با آقای موشکار، با آقای موشکار.